شرکت طراحی و ساختمان نفت ODCC در سال 1370 با هدف تأمین ماشین‌آلات سنگین برای پروژه‌های عظیم صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تأسیس شد و در ادامه فعالیت‌های خود با توجه به نیازهای در حال تحول این صنعت استراتژیک، ارائه خدمات مهندسی در زنجیره ارزش صنعت نفت را در دستور کار قرار داد. امروز ODCC به عنوان یکی از معتبرترین پیمانکاران مهندسی صنعت انرژی کشور، نقشی کلیدی در اجرای پروژه‌های ملی و راهبردی صنعت نفت، از مطالعات امکانسنجی و طراحی مهندسی تا مدیریت پروژه، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه‌اندازی ایفا می‌کند. توسعه میادین نفتی و گازی، احداث پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، ساخت مخازن ذخیره‌سازی و خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و گازی، اجرای پروژه‌های یوتیلیتی، نیروگاهی و نیز احداث تصفیه‌خانه‌های آب و پساب‌های صنعتی از جمله گستره فعالیت‌های متنوع این شرکت به شمار می‌رود. شرکت طراحی و ساختمان نفت طی بیش از 3 دهه گذشته با تکیه بر دانش مهندسان متخصص و مجرب ایرانی موفق به اجرای بیش از 40 پروژه و مگا پروژه داخلی و بین المللی با ارزشی فراتر از 10 میلیارد دلار شده است. از جمله پروژه‌های شاخص اجرا شده توسط این شرکت میتوان به طرح توسعه پالایشگاه شازند عراک، فاز 1 از 2 طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه نفت آبادان، احداث واحدهای گوگردزدایی پالایشگاه‌های تبریز و اصفهان، اجرای عملیات ساخت و نصب پالایشگاه‌های فاز 20 و 21 پارس جنوبی، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و احداث خطوط انتقال نفت از میادین سروستان و سعادت‌آباد به پالایشگاه شیراز اشاره کرد. ODCC در حال حاضر اجرای پروژه‌های ملی و مهمی را در صنعت پالایش کشور بر عهده دارد که فاز 2 از 2 طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، احداث واحدهای HDT و TDAE شرکت نفت سپاهان، پروژه ارتقای کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه نفت اصفهان، احداث واحد گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر پالایشگاه شیراز، پروژه کاهش بنزن و اتان‌زدایی پالایشگاه تهران، توسعه میدان نفتی شادگان و پروژه احداث تأسیسات سرچاهی میدان نفتی آزادگان جنوبی از جمله آنها به شمار می رود. شرکت طراحی و ساختمان نفت با توجه به نیاز روزافزون صنعت پالایش کشور به مقوله هوشمندسازی، طرح ملی پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی را به کارفرمایی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در دست اجرا دارد. اما آنچه ODCC را از سایر رقبا متمایز می‌سازد، تنها گستره پروژه‌ها نیست، بلکه تعهد به ارزش‌های بنیادین همچون کیفیت بی‌نقص، مدیریت ریسک مبتنی بر تحلیل داده‌ها، پایبندی به مقررات فنی و ایمنی، استفاده از آخرین استانداردهای جهانی و ارتباط مؤثر با شبکه‌ای گسترده از تأمین کنندگان و پیمانکاران معتبر است. در کنار همه اینها، باور ما به اقتصاد دانش بنیان، استفاده از فناوری‌های نوین، حفاظت از محیط زیست و ایفای نقش در توسعه پایدار باعث شده ODCC نه تنها مجری پروژه‌های بزرگ، بلکه شریک راهبردی صنعت انرژی ایران باشد.